ویدیو شورتس بازدیدات میبره بالا، ویدیو شورت سابسکرایبر بهت میده، ویدیو شورتس این کارو میکنه، ویدیو شورتس اون کارو میکنه. این ویدیو برعکس همشونه. امروز اومدم از بدیای ویدیو شورتس برات بگم. مورد اول، واچ تایم ویدیو شورتس حساب نمیشه. یعنی آقا شما بیا یه ویدیو شورتس بذار، اصلا 58 ثانیه 300 ساعت واچ تایم بگیره، 1 میلیون ویو بگیره، واچ تایمش 0.1% هم حساب نمیشه برای واچ تایم مانیتیزیشن. مورد دوم، درآمدزایی نداره ویدیوی شورتس. یعنی شما نمیتونین مانیتیزیشن ویدیوی شورتس رو آن بکنین و ازش بخواین کسب درآمد بکنین. فقط یک جایزه بین 100 تا $1000 داره که اونم به کانالی اختصاص داده میشه که یکی از ویدیوهای شورتسش بازدید میلیونی داشته باشه. چقدر دقیقاً بهش میدن بین 100 تا $1000 معلوم نیستش، اصلا هیچ چیزی برای محاسبش نیومده و فقط هم ویو میلیونی میخواد و همونطوری که خودتونم میدونین توی یوتیوب فارسی ویو میلیونی به دست آوردن خیلی سخته و کار هر کسی نیستش. این جایزه هم فقط یک بار بهتون تعلق میگیره و بعد از اون ویدیوهای شورتس برای شما هیچ سود مالی ندارن. مورد سوم، سابسکرایبر روح میاره. چجوری این کار میکنه؟ ویدیوی شورتسی که شما میفرستین میره توی شورتس فید. خیلی از افرادی که روی یوتیوب گوشی هستن یوتیوب رو مثل اینستاگرام میدونن و هر کسی رو که خوششون بیاد سریع سابسکرایب میکنن. شورتس فید هم که خودتون میدونین همینجوری پشت سر هم دیگه شما ویدیوها رو میزنین میره بالا و نیازی نیستش که دنبال ویدیویی سرچ بکنین. اون ویدیو بهتون ساجست نمیشه، اون ویدیو براتون توی شورتس فید آورده میشه. اکثر افرادی که به شورتس فید علاقه دارن روزانه 30-40 نفر رو سابسکرایب میکنن. آخر روز میای میبینی که اون فرد 500 نفر رو سابسکرایب کرده. شما ویدیو بذاری اصلا به چشم نمیای جز اون 500 نفر که بخواد بیاد ویدیو شما رو ببینه. و در کنار این اکثر کسایی که مخاطب شورتس فید هستن، مخاطب شورتس فید باقی میمونن، علاقه‌ای به ویدیوهای بلند و طولانی مدت ندارن. مورد چهارم که کانال رو داغون میکنه اینه که AVD کانال شما رو میبره بالا. AVD همونطور که تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم یعنی Average View Duration، یعنی میانگین مدت زمان بازدیدی که روی ویدیوهای شما هستش. یک نفر میاد یک ویدیو شورت میذاره، توی یک ساعت اول 1000 نفر میان ویدیوشو میبینن. بعد از اینکه این رفتار مخاطب روی چند تا از ویدیوهای اون کانال بیاد ثبت بشه، AVD اون کانال یعنی میانگین مدت زمان بازدیدش میره بالا. اون بنده خدا میاد ویدیوی طولانی میذاره، خب ویدیوی طولانی هم تو شورتس فید نمیره، به اون مخاطبین پیشنهاد داده نمیشه و توی اون مدت زمانی که ویدیوی شورتس اومده 1000 تا بازدید گرفته، این ویدیو 10 تا بازدید هم نمیگیره. یوتیوب اینجوری برداشت میکنه که این ویدیوی به درد نخوری بوده، اون رو دیگه ساجست نمیکنه. اگر ویدیوی شورتس خیلی زیاد بذارین این بلایی که الان گفتم و سر کانال شما میاره. اگر دوست دارین بازم از بدیهای ویدیوی شورتس بهتون میگم که متوجه بشین که شما ویدیوی شورتس رو فقط هر 7 تا 8 تا ویدیوی طولانی مدتی که میذارین یه دونه میتونین شورتس بذارین و اون آسیب کمتری بزنه. اگر به من باشه و خودم بخوام بهتون پیشنهاد بدم میگم آقا اصلا کلا شورتس نذارین. شورتس در حال حاضر، نمیگم در آینده، در حال حاضر که ما برج 4 سال 1401 هستیم، هیچ گونه سود مالی و سود واچ تایم برای کانال شما نداره. زیاد از شورتس استفاده نکنید. دهنم کف کرد. من کیکاووس محمدخواه هستم و اینجا چنل تیوب پوینتس. اگر دوست دارین که ویدیوهای آموزشی یوتیوب، فن بیان، ادیت کردن و ویدیوهای گیمینگ تخصصی، یعنی ایده های گیمینگ که چجوری بریم برای گیمینگ روی یوتیوب فعالیت کنیم و به درآمد برسیم و ببینین، میتونین کانال من سابسکرایب داشته باشین، زنگوله رو بزنین، روی حالت آل بذارین که هر موقع ویدیو گذاشتم بتونین بیاین و اون ویدیو رو ببینین. این ویدیو رو هم حتما لایک کنین که کلی انرژی فقط با یه شست گنده به من منتقل میشه. دمتون گرم. تا یه ویدیوی دیگه برین تولید محتوا کنین. فعلا